ماشین خوشروی بوده است لیکن متاسفانه یک درد دارد نمیشه. حالا شوکت چه حال داری؟ حالی ما از تو وابسته است. چی کار داری؟ چرا چی کار دارم؟ برادر من شوکتم. برادرت اون شخصی که پگاه توی دارد با من ماشین عروسی وعده دادی. چی شد؟ ای خدا شوکت این کار حل است. فکر کن که این ماشین رو من گرفتم. خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشود. نه شوکت مثل کودکان گپ نزن برادر. ماشین در دست من است. وعده دادم با وعده‌ام وفا میکنم. چی با من باور نمیکنی؟ پرسیدن عیب است لیکن ماشین رو از کدام رفیقت میگیری؟ پرسیدن عیب که باشه چرا میپرسی شوکت؟ ای خدا رفیقم رو نمیشناسی از پای کارهای خودت شب جوره جان وای بچه خوب است وعده داد وفا میکند خاطر نشو ها؟ شوکت رفیقم با ماشین خودش آمد اگر ماشین رو ببینی جوره دهانت آب میکشاید ماشین خوشروی ترین عروس داماد از آن خودت میشود خاطر نشو ای جوره باز شرمندم نکنی. ای آهسته و احساسات داده نشو جوره خیر مالش حالا باشد من ماشین رو میگیرم و پگاه در توی با میخوریم میگویند که سالها گذرد هم چشم دیگر نمیشده است در حقیقت چشمان دیگر نشده است خودت هم دیگر نشده ای شام بخیر حیات بسیار عجیب میباشد که ما رو با مرور زمان دوباره باز به هم واخورند میبخشید ما با هم شناسیم. ایده تو چه باقا نشناختی خدا چه گپ است ایده گفتید میبخشید شما مرا با کسی مانند کردید. نه اینطور نیست یک چیز میپرسم تو در پاریس در دانشگاه ملی میخوندی؟ نه دانشگاه سوین رو ختم کردم. ما رو ببخش که خطا کردم در نزد تو شرمنده شدم و فکر من دیگر برای تو نگاه کردن نمیتوانم آدمان رو خدا جفت می آفرد انا به همین شب باوری پیدا کردم در حقیقت با برنامه مانندی داری با برنامه؟ همه پیش ایلا گفتید کو؟ ها نام دختر ایلا بود لیکن خودش رو برنامه گفت یک دختر عجیب بود مالش استراحت خوش من میروم تشکر زیاد بخشش در چشمانتون لینزه مانده نه این چشمانی خودم. اوه رنگش کبودی زیبا بوده است کجای چشمانم کبوت است؟ پایانش استراحتی خوش Affet diyen kim ezgeç diyen kim aşktan çeken kim benim kadar ölene kadar aşık olamazsın birisi برادر یک پیاله چای ریز الو الو نشینی ایستاده hadi diyelim biri çok deli sevdi senin için her şeyi verdi ya bir gün olur sana bel kıvırırsa binlerce dansöz ha ha hadi de aşık olamazsın birisi çıkar onu anlayamazsın sen o tür oyunlara katlanamazsın senin در چشمانت لینزه مانده ای یا نه کاری شما نباشد. biri çok deli sevdi من بیرون برایم زنگ بزنم برای زنگ زدم من بیرون ببرایم سلیما برای تو شام بخیر نگاه کن موی لبا زبیده است. این که باشد
چی دارد خدا جان و همیان نگاه کن تماما خالی است. این چی نمود بایگری می باشد، فقط کارت دارد و خلاص. در دکانهای ما کارت را قبول نمی کنند. این را بین، مردم دوز را در کیسه خود گرفته است لیکن خبر ندارد. این کار نیست که شما خاطر شوید. پروا نکنید، کمتر پس طریق کامراها ماشینتون پیدا می شود. آقای پلیس، شما مرا نفهمیدید. من فکر ماشین را نه، فکر آن مرد را کرده ایستادم. کامراها را از نظر گذراندید. بله با کامپیوتر شما فرستادم. پس برای چی خبر نمیدهید؟ با دقت کارمندان BDR رسانیده می شود. رقم ماشین 34 شهر 8532 می باشد. دوست کالتاکالوس است. حالا شبکت از جوره هم ماشین را گرفتم و اگر تو آن را ببینی هوشت میره. اینجا تنبه بوده است، بدتر زنگ میزن. کالتاکالوس را پیدا کردم. زود رفتیم. کالتاکالوس را پیدا کردم. حالا او را تعقیب دارم. خواطر نباشید جناب. ماشینتون را 2 دقیقه پس به شما میسپاریم. آن آدم را دیدن می خواهم. فهمیدید؟ ماشین ها را آماده سازید. زود باشید. راه شوید. 3811 به یک طرف گذار. 3811 به یک طرف گذار. ببینه ساعت 3 شده است. بسیار خوب کردم. باشه امروز توی است. اکا کجا شدی؟ منو شرمنده نکنی. الو جورا جان، الو جورا جان، جواب ده. التماس بگو دیر نکنی. در هیجان میبوشم، شبانه خوب نکردم. برادر کجا شدی؟ الو خواطر نشو شبکت. گفتم میایم، البته میایم. میدونم خواطر نباش عزیزی برادر. در ساعتی گفتگی هم در اونجا میشوم. تمام. میدونم بسیار مهم است اما آمده نمیتوانم. حاضر 1 دقیقه. چی شد؟ سردارم، ماشینی را که کلاس دزدیده است تو حال ناپدید است. ای آدم را باید امشب پیدا کنید. تا وای آدم را پیدا نکنید دیگه اون کس به خانهش نمیرود. مرا فهمیدید؟ فهمو. روید مرا خبردار کردید. اطاعت. الو زنک جان، کلاس رو جستجو دارم. خوب میلش البته میگویم. از کلاس خبری شد؟ نمیدونم. از ماشین دیده پلیس بسیار است. جناب галстуки сурхро ба бар мекунед? نه عزیزم. либосҳои кӯҳнаатон ро дар борхалта гирам ҷаноб? نه لباس هایم رو نمیگیرم. برای شما بخشیدم عزیزم. ҷаноб пули либосҳоро надодед? میدونم. чӣ гуфт? медонам гуфт. чиро медонистааст?
میدونم آدم تو این درجه بیشرم شده است. бас аст акнун фақат келас ба зодрӯзи зӯҳро рафтан дер кардем. ҷустуҷӯи ин мардро бас кун. چه میگویی حله؟ کار من جنایتکار را دستگیر کردن است. дар истанбул танҳо ҳамин мард ҷинояткор аст. ту фақат ҳамон касро дастгир мекунӣ. ӯро ба дигар кас гузор, аз паси дигар кас шав. میشود. این دفعه البته دستگیرش میکنم. این را میبینی. акаҷон тамом гулҳоро часпондам. تمام شد؟ حالا تمام نشده است. در قفای ماشین هم گل گذار. акаин мошин худаш гул аст, чаро гули бисёр мечаспонӣ? اوه خدای ما. эй бисёр гап назан, муштари ҳар чӣ гуфт ҳамонро иҷро кун. من هر روز ماشین را آرا نمیدهم کو. در یک سال یک مرتبه. چیزی که خواهم در کجایش که خواهم میگذارم. албатта бародар, من چند پول باید پرداخت کنم؟ нархаш 5000 лира аст, лекин барои шумо 3500 лира диет мешавад. 3500 لیره؟ бале бародар. حاضر؟ توبه پولم رو فراموش کردم. حجت های ماشین رو دارم. در دست شما استد پول آورده ин میگیرم. ҳуҷҷатҳо мошинатонро бурда маҳкам мекунанд. آها درست میگویی. قرار بود که این رو فراموش کنم. به حجت ماشین رو رانده نمی شود. شما ما را از یک شکنجه خلاص کرده. با بدعه چطور میفهمونم؟ اونها این رو نمیفهمند. اگر دیر کنم توی دیر می شود. حیات نوجوان ها رو نباید سوخت. اگر باور میکنی تو در حقیقت آدمی نیک بوده ای. قرار بود که حجت ها رو فراموش کرده رفته بودم. برادرم دست درد رو دست ندیدن. شما در اکنون رفتیم. تشکر برادر. бародар чӣ хел кунем? ин одам кӣ буд? намедонам, касе буд бобмон кард. онал аз ту илтимос мекунам. ин шаб оиди класс сухан нагӯ. шунидан намехоҳам. зодрӯзи зӯҳроро барбод надиҳем, майлаш? بله. اینجا من عیبدار میباشم که ما را یک چند بار راندن باز رفته ایستاده. ягон кас туро нарондааст. танҳо ба гапҳои бобоям эътибор надеҳ. камтар вазнин шавӣ чӣ кор мекунад? حله من چقدر که وزنی شوم هم یگان چیز دیگر نمیشود. باز کاری میکردش رو میکند. حالا میبینی. اما اگر امشب همه را براند قسم میخورم که اونجا بار دیگر نمیروم. میفهمی؟ بار دیگر نمیروم. дигар ин тавр намешавад. агар мешуд зӯҳро моро даъват намекард. лекин бобо نمیشود گفتم. وای پلیسی ناآدم به این خانه نخواهد قدم گذاشت. лекин бобо ман онҳоро даъват кардам. چی؟ دعوت کردی؟ به اجازت من چی خیل دعوت کردی؟ апаамро дар шабнишини зодрӯзам даъват накунам? من اپت را دعوت نکن گفتم؟ агар танҳо апаамро даъват кунам медонед ку апаам зиқ мешавад. تو میدانی که با وای آدم خاندار شدم مرا چقدر زیق کرد. охир бобоҷон ҳамаш шуда гузашт. شده گذشت؟ شده گذشت میگویی؟ یک چیز را بدان دخترم، از وای آدم به من فایده نیست. дар ҳаққи марде ки умраш 6 моҳ мондааст ту чӣ гуфта истодаӣ? 5 ماه و 23 روز، عمومیش 173 روز. ту рӯзҳои бобоямро ҳисоб мекунӣ? جانم تو همیشه روزهایی به شمار بابایم مانده است نمیگویی؟ чӣ хел ту ин тавр гап мезанӣ намефаҳмам. вай мард ба мо ҳам модар ва ҳам падар буд. ҳама чизи мо ҳамон аст. جان از شماردنم قهر کردی، لیکن خدا چنان گم میزنی که گویا او میمرده باشد. майлаш шуд тамом бас кун. бобоҷон илтимос маро наранҷонед. илтимос бобоҷон. مایلش لیکن وای آدم 24 ساعت به تو دعای خیر باید کند. اگر نمی بودی او هرگز به این خانه قدم گذاشتن نمیتوانست. قدم گذاشتن نمیتوانست. باباجونم دیلوجونم. زهرا آرزوی آخرینی مرا اجرا کن. من در قبرم راحت میکنم. باباجان مهمان ها آماده ایستاده. من رفته پیش بازگرم. اینجا بشین.
زود موضوع رو عوض نکن. مرا گوش کن. وقتی که از این مسئله گویم زود موضوع رو دیگر میکنی. بابا جان من مهمان رو بشین. بگذار مهمانان انتظار شوند. اما من انتظار شدن نمیتونم. پیش از مردن میخوام ببینم که تو با کی آیله دار شده ای. آرمانی ماندن نمیخواهم دخترم. آخر بابا جان من یگان کس را دوست نمیدارم. امروز نیست، پگاه نیست، تا کی تنها میگردی؟ عمرم به جای رسیده است دخترم. زهرا، یا میخوای که من بمیرم و تو بد خانه دار شوی؟ بابا جان خدا نگاه دارد. اگر اینطور باشد مردنم را که نخواهی آرزوی آخرین مرا اجرا کن. بابا دیگر اعتراض نکن. خانه دار شو. حالا شوکت برادر کجا گم شدی؟ برادر جان متاسفانه من آمده نمیتوانم. میگن که وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. نخود برادر در همین روز تو مرا فریب کنی. بچه آمدم کمان. چه ترسیدی؟ نه ترسیدم. در کجایی؟ نترسیده داد معلوم. تلفن رو خاموش کن، من آمده ایستادم. زهرا کجا گشتی؟ همه تو رو انتظار است. برای چی تبت خیره می باشد؟ چی بابات رو راضی کردن نتوانستی؟ نه راضی کردم. هر دویشان هم می آید. این خیل باشد چه مشکلی داری؟ بابایم میخواهند که از مردنشان پیش من آیله دار شوم. هیچ گپ نبوده است کو. من فکر کردم که باز یکم گپی نو شده است. یعنی این دفعه قرارشان قطعی است. چنان قطعی بود که برای اول این طور میبینم. حیرانم چی کار کنم. حالا این رو فکر نکن. در بیرون تو رو انتظار می باشم. از این برمیاد که آقای اکرم تا نبیره دیگرش را اویله دار نکند با آن طرف سفر کردنی نیست. خوش آمده. خوش باشید. زادروزت مبارک. زهرا جان خوش آمده جانم. از سحر این جانب قراری چی پوشیدنم را دادن نتوانستم. این چرخ بیزن کنی. بسیار زیبا شده ای. این شب تمام شود و خلاص شوم. اگر بابایم نمی بود یک دقیقه هم در اینجا نمی ایستادم. برای چی؟ خب کن. چقدر آمده است. به نزد او می روم. چقدر را تو دعوت کردی؟ من دعوت نکردم، او خود رو دعوت کرده است. چی خیل؟ با من گفت که من هم به زادروزی زهرا روم. من به اون گفتم نتوانستم. سیلین میدونی که به من معقول نیست. برای چی دعوت کردی؟ چی کار کنم؟ وای هم کارمان است. باید نمیگفتم. بله مرا در حیرت گذاشتی. چقدر؟ یلیس تو هم در همین جایی. خوش آمدی. بیلیس جان با اجازت تو رفته زادروز دو را تبریک می نمایم. زهرا برای دعوت کردن به شب نشینی زادروزت تشکر. آقای چقدر آباد باشید. اپام باید زم آمدن. شما صحبتتان رو ادامه دادن گرید. من آنها رو پیشواز میگیرم. خب
برادر اگر یک دقیقه دیگه دیر میکردی تلخکف میشدیم با خودو. دوستم من در این روز خورسندی از سرت رو نمیخواهم پس برادر جون تبریک میکنم. تبریک. اکنون میرخصه. خوش آمدی. کنی با تو یک نگاه کنم. با تو چی شد؟ غمگین می نمایی؟ یگون مشکلی نداری؟ نه همه خوب است. تنها کمک مونده شدم به همین خاطر. تنها مونده شدی؟ البته. بابایم رو راضی کرده توانستی؟ راضی کردم خاطر نشم. خیلی خوب. یک دقیقه. زهرا کی را راضی کرد ایستاده است؟ اگر یگان مشکلی باشد بهترش من از حاضر میروم. نه جون یگان مشکلی نیست. اگر تو یگان کمبودی نکنی همش خوب میشود. یزن خوش آمدید. خوش باشی. یزن برای چی زیغ می نماید؟ از سحر باز در گفتگوی کلاس می باشد. این دفعه انیق او را دستگیر می نمایم. دیگر از دست من گریخته نمیتواند. شما فقط درباره همین گپ میزنید. نفهمیدم کلاس رو دستگیر کرده چی کار میکنید؟ جانم این کلاسی تو میدونستگی نیست. انسان است. انسان؟ انسانی ما میدونستگی نیست. دوست میباشد. دوست خانه و در ندارد، خیشتبار ندارد. قریب که دستگیر میکردیم لیکن زاد روزی تو بود. جانم تو امشب مگر وعده نداده بودی که اویدی کلاس دیگر گپ نمیزنی؟ اوه زهرا جان تو خودت شاهدی. آیا موضوع کلاس رو من کشادم یا او کشاد؟ هیچ کس نکشاده است. من کشادم. مرحمت. خیریت که تولد شده ای. زاد روزت مبارک باد. بابا جان تشکر. تو به من از همه هدیه کلانت را آماده ساز. کلاس اولو هم دریافت نشده است. مادر انگشتری های زهرا رو دیده؟ عمرت دراز باد دخترم. زاد روزت مبارک. برای جلب کردن دقت چقدر این طور رفتار کرده ایستاده است. عجینه. تشکر به شما. البته که هوا بلندی میکند. نگاه کن چشمی آقای اکرم بغیر از او دیگر کس را نمیبیند. من نمرده خانه دار شو گفته است. در گرد و اطراف نور پاشیده ایستاده. زاد روزت مبارک باشد. تشکر به شما. این یک، این دو و این سه. برادرم اینش از من به تو هدیه. همیشه شاد و خرم باشی. خوشبخت باشید. تشکر برادر جان. بابا جان با یزدم خوش آمدید نمیگویید مگر؟ گوش کن. از خانه نراندم بس نیست؟ بابا جان اونم رو مجبوری به این بزم آوردم وگرنه خودش نمی آمد. تو برای چه خورسند می نمایی؟ تنجی است؟ یا برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا جان سیمایت رو خوش کن. علی نمیبینی که آدم در رویش رو در روی محکم کرده است. اینجا آمدنی من از اول خطاب بود. خنده کن. برادر من نمیدونم تو رو چطور راضی کنم. سفسطه نخواه شوکت. تمام خرج‌های این مهمانخانه پرداخت کرده شده است. کیف و صفای یارتان باد. رو گرد رو.
من از تو میندارم برادر. خدا در پناهش تو را نگه دارد. خوشبختی ها را آزمودن در کن. خوش باشید. تشکر. خوش باشید. بیا راه گرد. وای آهسته. خیر. وضعیت چگونه است؟ حالا امو را پیدا نکردیم. فهمیدم. کلاس در کدام شکافی در آمده باشی؟ زورا جان با تو چی شد؟ برای چی تو اینقدر غمگین بنمای؟ یگان واقعه رخ داد. اپا جان بابایم خواست که پیش از مردنش خواهشش رو اجرا کنم. نمیدونم چی کار کنم. میدونی او باید زخم نشود. از یک طرف فکر کنم بسیار خوب شده است، وگرنه تو نیت خانه‌دار شدن رو نداری. اپا اقلا تو همین طور رفتار کن. شوخی کرده ایستادم. تو زخم نشو، من رفته با او گپ میزنم. اپا ایست، تو گپ نزن. میدونی که از زن با او مشکل دارد. تو کی هستی؟ تو در خانه من چیکار میکنی؟ با خدا که به خونه شما بودنش رو نمیدونستم. این خانه من است. البته اینجا خونه شما من نمیدونستم. سفسطگوی را بس کن. تو را با اینجا کی روان کرده است؟ یگون کس من را روان نکرده است. داماد رو گیر. تو برای کدام آدم کار کرده ایستاده؟ من برای یگون کس کار نمیکنم. حتی برای خودم نیز کار نمیکنم. تو با من هزل و شوخی کرده ایستاده ای ها؟ استغفرالله. اکا من با این حالم چطور هزل کنم؟ سلاح نشان گرفته من چطور هزل کنم؟ همین سلاحتان رو از دستتان بگیرم و به طرف شما دارم. شما هم هزل کرده نمیتوانید. داماد را گیر. من هزل و شوخی شاهانه میکنم. اما تو میگویی که من هزل کرده نمیتوانم؟ میدونم هزل میکنید لیکن حلاوت برده نمیتوانید. من نفهمیدم که تو چخیل انسانی ها به خانه من در آمدی باز خلطم را پوشیده ای. صدا را بکش حیوان. فهمو اگر مشکلی در خلط باشد مرحمت حاضر. تو چی کار کرده ایستاده؟ نکش حیوان. ایسا خارتگر. تو دوستی با فکرم. کنی گبزم تو دوست هستی یا نه؟ من دوست نیستم اکا لیکن خونه هاتم در آمده یک چند روز ایستادم. برای اینکه این خانه خالی بود میشه هم نایستادم. امروز دیروز باز روز دیگر سحری. اکا جان بیا اینطور نکن. اکا جان اگر خواهید زود میروم.
اونجا رسم رو تو وقتی ها؟ چی؟ این رسم رو تو وقتی اکا من آویختم در جای نغز نبود برای همین اینجا آویختم اینجا میخ داشت اگر میخ نمی بود در دیگر جا هم می آویختم این بیناموس با من خیانت کرد مرا با دیگر کسی بس کرد هم بر این آدم مگر این لایق است اکا جان من تو لایق چونین خیانت نیستی اگر یک قدم نزدیک شوی تو را میپرانم تو حالا چی گفتی؟ این را بفهم که من خودم را کشتنی بودم چی ایستاده ای پران؟ من از زندگی دلگیر شدم پران اکا نکنین کار را مرا گناهکار نکنن اکا نکنن کار اکا چی باز نکنن کار اکا 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 چیکار کردی رفتن در کن زودتر تو چند روزه دیوانه بوده من نفهمیدم الله زود یاری تجلیلی روان کنید حادثه ناخوش رو داد سراغه رو نویسید زخمدار رو به بیمارخانه روان کردیم. حرکت کنه اکا کاغذ سفید داره؟ ما این است تو تشکر این کت کلاس هست زودتر از پسی بای چیه؟ در کجا؟ زود می آیم از دست نرود جانم چی شد؟ کلاس را یفتن من باید حتما روم حتما سفسته نخون با خود بیا حله التماس زهرا عذر میخواهم من باید روم این برای من بسیار مهم است زهرا جون مرا ببخش این دفعه انیق کلاس را دستگیر می نمایم نه ایستا این اشتور کجا رفته ایستاده است گیرداد را محکم کنید. بسیار شدن حله برای چی اون السروسی ما رفت؟ نمیدونم ینگه جون شاید یگون کار داشت من میگفتم تو باشی باور نمیکردی حالا باشد دیدی بابا جان یزدان پلیس است آدمی دولت شاید یگان کاری ضرورش برآمده باشد کاری از همه ضرور از او جدا شدن هلی می باشد از این کاری ضرورتر نیست بابا جان من شما را نفهمیده ایستادم میخواهید اپم جدا شود لیکن شوهر کردنی مرا میخواهید به فکر شما در اینجا ضدیتی نیست تا با آدم قانوندان عائله برپا کردن با آدمی که از قانون گریزان از خانه دار شوی بهتر است گاز را پخش کن تیز را تیز زود حرکت کنید. او را پیشگیر کنید زود باش میگریزد
محکم کنید. کلتکیلاس تو رو احاطه کردن. با خوبی تسلیم شو. به یگون نامعقولی از ماشین فرار. حرکت کنید. رفتن. کلاس حیوان کلاس کلتکیلاس پنج شوید. جستجو نماید. زود دستگیرش کنید. ای خدا ای وای همم دخترم اما خدا تشکیری دادم دخترم کودکم در بالام مانده. خدا کودکم رو خلاص کنی. کودکم یه سوزاد بای خدا کودکم در بالام چی شد؟ خودمونو تشکیری کودکم در بالام خلاص کنی. کودکم چندو باشه؟ باشه نیستیم. کودکم در اونجا مان. کودکم رو خلاص کنی. التجا میکنم. ای خدا اما سخترم. خدا این چه روز بود که بسری ما. ای خدا چیکار میکنه تو؟ با کجا رفت آخر؟ با کجا رفت؟ چیکار میکنه؟ ای خدا خدا جان این چه روز بود که بسری ما. کودکم در بالا. کودکم رو خلاص کنی. التجا میکنم. خلاص کنید آخر دایسته چیز تو داری گم میکنید. خلاص کنید آخر چیکار میکنن؟ با کجا برم؟ چیکار میکنن؟ کودکم رو خلاص کنید. التجا میکنم. ای خدا این چه روز بود که بسرمون آمده. آتش لنگه گرفت هممون سوخت. کودکم ای بای خدا کودکم رو نجاتی. ای خدا چیکار میکنم؟ حاضر میافتم. ای خدا چیکار کردم؟ ای خدا ای پروردگار این چه روز بود که بسرمون آمد. نه ماشین ها هم اومدن. حاضر خلاص میکنم. نترس بیا. کلتکیلاس زود دستگیر کنید. زود باشد.
البته در این میز یک داماد لازم است. به شما ایشی هایتون با اجازت شما من باید روم کمک کار دارم. دخترم به من چای ده. من وای آدم رو نکشتم. هنگام احتیاج ماشین رو امانت گرفتم. وقتی دوست امانت میگوید مرا به حیرت میآورد. سردار، اگر اعتبار داده باشد من با خانه های در آمدم یگان ضرر نرساندم. این دفعه در حقیقت درست میگوید. حتی در یکی از خانه ها نوشته است که از جمعه کران آب میچکد. آب را از کران کران محکم کردم. به خانه ضرر نمیرساند اما به صاحب خانه ضرر میرساند. تشبس به جنایت. وای آدم رو من نپراندم. ادوکت گرفتم. حالا میبینید بیگناه بودنم رو نشان میدیم. لیکن حجت این طرح نمیگوید. بعدی از یتیم خانه فرار کردن تنها یک کار را کرده که این جنایت است. زوری، دزدی، تجاوز به خانه، طلب و تاراج. قسمی دراز حیاتت را در اینجا میگذرانی و ما در این حیاتت یاری میرسانیم. همین طور نیست مدیر؟ البته. اینجا محبس نیست. مدیر کجا است؟ کجا است؟ بیمارخانه روحی. کجایش خندوار است؟ این عینک دکترتون. او را به حجرش برید. سردارم، من چه گناه کردم؟ چه گناه دارم؟ میدونی چی؟ اول برای تو حرمت و احترام را آموزانه. محبس را مدیری داره میکند یا سردار؟ نفهمیدم. کم نزد؟ یک خاموش را کرد. کلید افزود. مدیر دیده مدیر. رحمت چی طور کلیدها را گرفت؟ مدیر با دقت باشید. راگر اطاعت. مدیر با دقت باشید. با دقت باشید. این کلاس به دیگر جنایتکارها تماما مانند نیست. تماما. خاطر نشوید. خودش در حجره می باشد. کنیدارو، این خانه نوی تو. بله مرا گوش کنه رفیقان. این کس کالتکلوس مشهور است. اصلا میخواستم که کالتکلوس رو 5 سال پیش به شما شناس کنم، اما او رو باید از اون مشقت از سوراخی برآوردیم. احتیاط کنید که به اون سوراخی تا ندرآید. خدا صبر دهد. تشکر. چند بار پرسیدنی بودم اما فراموش کردم. برای چی نومی تو کلاس است؟ ببین مثلا نومی این برادر عزیز جان میباشد، اما او رو کبوتر میگوییم، چون که کبوتر رو دوست میدارد. با کبوتر خواب میکند، با کبوتر میخیزد. حاجت خانه نیز با کبوترش میرود. باز تو در کیسه‌ات کلاس پلاس نداشته باشی؟ اگر از کیسه‌ات کلاس پیدا کنم او را پاره پاره کرده میخورم. نترس، در کیسه هم کلاس نیست. تو چی کار میکنی؟ در دشواری ها دم میپرتویی ها؟ نگاه کن، مرا نگاه کن. برای گریختن
کوشش نکن که همش بیفایده است. این محبس از محبس گوانتانامو هم وزبین تر است. ای بچه ها، مهمان اومده است. کنی همه کسا رو پیشواز میگیره. راحت کن قاطی کلاف. Geçiyor ömrümü de gün dolmuyor. Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu habisane beni arayan, bu zindanda öyle can آقای حکیم بابایم رو ندیدید که به کجا رفته باشند؟ سحر به کجایی رفتم؟ خدای من به کجا رفته باشند؟ پرسیدم جواب ندادن. اما بابایم از سحر اینجا نیم آمده است. تلفنش جواب نمیدید. تلفنش رو در خانه گذاشته رفته است. به شما یگون چیز گفت؟ وقتی از خانه برآمدنم پدرم نبود. آقای حکیم، پدرم سحر بر وقت رفتم. بله. به بیمارخونه زنگ زده بودم، رفیقونش رو زنگ زدم جواب نمیتین. از سحر به کجا می رود؟ خواطر نشوید، او کودک نیست، برمیگردد. زهرا تو به کجا؟ ینگه حاضر من برمیگردم. تو رو یاد کردم جوره. دستانت را جمع کن. برادر با تو چی شد؟ دست خالی آمدی. اینجا محبس می باشد. سمبوسه بیاری نمی شود. برادر سمبوسه چی است؟ تو تحپوشت رو آوردم. در کجا است؟ نان، کلچه، چکه، قیماق، تماکو. برادر تماکو در آوردن ممکن نبوده است. این چهارچشمه نمی رفته باشد از اینجا. در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ برادر زیغ نشو. خدا خواهد به نزدیکی عوف میشود. تو با چیکار مشغولی؟ ینگه چه حال داره؟ دفع کن او رو. پولهایم رو دزدیده گریخت. نه. شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگویم. من از کجا میدانم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما را به مهمان خانه بردم. جانم شهر را ببین چه زیبا شده است. نگفت. هیچ چیز نگفت. جانم چونین نمود باشین دار میشوی؟ بر وقت میگفتم. من نو فهمیدم که او شوهر پولدار میخواسته است. همین رو بر وقت نگفتی؟ چه خیلی بر وقت میگفتم. آن روز تو در آسمان بودی. به خدا دعا میکنم که آن مرد نمیرد. اگر بمیرد من تمام میشم. پروا نکن. آن مرد کمتر بیهوش شده بوده است. امروز به هوش آمده است. آروم شوید. آقای کانون آروم شوید. التماس. چه واقع شده است؟ که جسارت کرده مرا پران؟ کنی گمزه؟ اکاوای دشمنی ما نیست. یک دوست است که به خونه شما در آمده بود. من وای بیناموس را میکشم و این کاری کرده از جواب میدهد. من خلاص میشم. خلاص.
خلاص میشه لیکن تو رو پروندی. دیوانه برای چی شخصی ناشناس رو بپرانم؟ برعکس برای خودکشی کردنش مانع شدم. باور نمیکنم از یاری تجلی تو تستر اومدی. تو در خانه او چیکار میکردی؟ یا اینکه به تو زنگ زد که تستر بیا من خودم رو میکشم؟ خیر شد، بیا این موضوع رو محکم میسازم. این موضوع رو محکم نمیکنیم برادر، محکم نمیکنیم. چه خیلی که ماشین رو دزدیدی، همون خیلی به خانه شخص بیگانه در اومدی. من همه اش رو فهمیدم. با تو چی شده است برادر؟ برای چی به من دروغ میگویی؟ دست رو ده، راستش رو بگو. برای چی به من دروغ میگویی؟ تو برای چی به من دروغ میگویی؟ شوکت تو امروز با من چنان خبر خوش رو گفته که بار دیگر زنده شدم. تو برادرم. احوال خوب است؟ خواطر نشوید، کمتر خاطرش را گم کرده است و چه خیلی که میدانید دست چپش فلج شده است. اگر خواهید میتوانید به خانه ببرید. کاتاکیلاس خوب هستی؟ پرواز کرده صدایی ها؟ حاجت به فرش تازه کنی نموند. مردی از هوش رفته به خود آمده است. اگر حقیقت را گوید از اینجا خلاص میشوم. خیر از سبب جنایت های خردکه کمتر میستم و میبرایم. شخصی رو که از من خلاص کردی یگو چی نمیگوید؟ باز خطاگی نکند؟ چه خیلی خطاگی؟ ممکن است که گپ زدن نمیخواد. نمیدونم. در یاد ندارم چقدر. یگون چیز به یادم نیست. زیخ نشوید. خودتون صحت شدید برای من مهمش همین است. کارهای چه خیلی است؟ یگون مشکلی نداری؟ نه، یگون مشکلی نیست. یک دو گپ داشتم بدتر گپ میزنم. حالا باشد شما استراحت کنید. شما پدر جانی من میباشید. برای حقیقت را گفتن مجبور میکنند. باید حقیقت را گوید برای آن که من او را از مرگ خلاص کردم. اگر وای حقیقت را گوید من در اینجا یک دقیقه هم نمیستم. این طور باشد بسیار کاری خوب کرده ای و از اینجا میبرایی. نصیب خیر خوش باش من کار دارم. ای کبوتر شدم و پرواز کردم یار. کبوتر؟ چی حال داری کبوتر؟ امانتتان را همچون گوهرکی چشم نگاه بین کردم. برای بیگانه حس نکردنشان آیله برپا نکردم. حالی مرا گوش نکرد. با پلیس خانه‌دار شده دانشگاه را تمام کرده نتوانست. گویا که یک دیگر را دوست می‌دارند. وای بچه احمق است. دختری ما باشد بی عقل است. حیات همین بوده است. زهرا او را تنها گذاشتن مرا غمگین می‌سازد. بابا جان برای چی اینجا اومدید و خبر ندادید؟ خواطر شدید. اگر میگفتید یک جا می اومدید. پدر و مادرم برابر از می رفته. آنها را زیارت می اومدم. این دفعه خواستم تنها بیایم. برای چی؟ ندانم. از تو شکایت کردن خواستم. به پدر و مادرم تو را خانه‌دار نکرده به پیش آنها رفتن نخواستنم را نقل کردم دخترم. کیست در اینجا؟ در اینجا چی گپ باشد؟ چیلو چیلو چیلو
بیدا کلاس این برای تو فرصت است. اگر کبوتر را خلاص کنی 1 هفته تو را از کارهای محبس آزاد میکنم و کشف پهلو زده خواب میکنی. اگر نتوانی با تو جزای حجره داده میشود. میتوانی کلاس؟ میتوانید. میتوانم. بسیار خوب. کنی مهارتت رو نشان ده؟ برادر شما مثل کلاس نه، کلاس مثل شما.